اعتکاف روزی 20 رمضان روزانه بعد نماز عصر می درآید، شام نشده و بیگاهی عید می براید. یعنی که خفتن وقت شام که خواندید، مثلا در بعضی کشورها حالی معلوم نیست پگاه عید است یا نه. شام کدی معلوم، اگر بعد شام اعلان کنن که فردا عید است براید بعد شام. اگر خفتنند معلوم شود، مثلا حالی خفتن شده است حالی معلوم نیست که فردا عید است یا فردا 30 رمضان است. رمضان امسال 29 روز است یا 30 روز است، این روزی 29 معلوم میشد. برای اون که ماه شوال اگر بینند اعلام میکنند که فردا عید است، نبینند همان شب تراویح میخوانند. خفتن میخوانید، بعد خفتن امام اگر استو گوید یعنی نماز تراویح گوید، اگر این دلالت میکند که پگاه 30 رمضان است، با اعتکاف میشینید. یعنی که شب عید که در آمد شما اعتکاف میبراید، یا 29 روزی رمضان بیگاهش معلوم میشد که فردا عید، معلوم که شد که فردا عید میبراید. اگر معلوم نشود روزی 30 هم شام میخوانید و بعد شام میبراید. روزی 30 بعد شام انیق میبراید. روزی 29 نامعلوم، ماه دیدن نکن.